همان طوری که ما شعار دادیم و عملا ثابت کردیم ما به خاطر دفاع از نوامیس ملی، تمامیت ارضی و ملت خود همیشه حاضر به دادن جان خودم بودیم. ما از ریختاندن خون خودم دریغ نکردیم. تمام نیروهای امنیتی و دفاعی ما یک عملیات مشترک در همراهی با قماندان صاحب امنیه ولایت و استقامت قیصر پلانگذاری کرده بودیم. خلیج فارس زنده است، وطن رویای دست جمعی ماست. هنوزم که هنوز خونه امنه، هنوزم که هنوز خونه اینجاست. تمام سرزمینم رو بگردیم، هنوز این خاک لبریز از پلاکه. چرا باید فراموشی بگیرم که هرچی دارم از این آب و خاکه. هوا ابری تر از روزای